در صورتی زکات بر شما واجب می شود که مال شما 1 ساله بشود، یعنی از تاریخی که مال و سرمایه شما به حد نصاب رسیده باید 1 سال کامل، سال قمری باید بگذرد و در واقع شما دارید زکات سال گذشته را می دهید. البته جایز هست که انسان یعنی قبل از این که سال کامل بشود زکاتش رو پرداخت بکند، یا این که مثلا سال آینده رو هم بخواهید مثلا امروز زکاتش رو بدهید، این جایز هست، از نظر شرعی مشکلی ندارد. البته بعد از این که سال کامل شد زکات رو حتما باید پرداخت بکنید. تأخیر زکات جایز نیست، سر تاریخ باید زکات رو پرداخت بکنید. اما تقدیم زکات از نظر شرعی اشکال نداره، ولو این که مال شما 1 ساله نشده، شما اگر بخواید زودتر زکات بدید از نظر شرعی اشکال نداره و تا اون تاریخ بر شما زکاتی نیست.